سوال از قفای ولد زینا که دانشمند است نماز خواندن درست است یا نه؟ از قفای ولد زینا البته نماز خواندن جایز می شود در حالتی که اگر در برابر این ولد زینا، یعنی کسی که از زینا تولد شده است، اگر یگان عالم دیگر وجود داشته باشد وی پیش درآید، این حالت در نماز جمعیت همه کراهیت پیدا میکند. یعنی در حالت یک عالمی که ولد زینا نباشد باید که وی پیش درآید، لیکن وقتی در بین همین جمعیت بغیر همین ولد زینا دیگر هیچ دانشمندی نیست، وی پیش می درآید، در نماز شما هیچ خلل و زللی پیدا نمی شود، زیرا که این فرزندی که تولد شده است این هیچ گناه ندارد. همه گناه همون پدر یا گویم همون مرد یا همون زنی که در این آفت، در این معصیت چنگ زدن، انا اونها در نزد خدا مسئول و گناهگار هستند. این ولد زینا هیچ گناه ندارد، فقط از حساب همون مادر فاسقه و فاسدهش گویم در این یک خیلی بیچاره یک مصیبت وزنین، یک داغ در حیات او پیدا شده است. رخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. جمعه گذشته در این باب شما صحبت داشتم و باز چند جمعه پیش گفته بودم که اگر کدام از شما اگر یک چاروایی را گرفته نزد مزار میبرین و به نام مزار وقتی که ذبح کردین، والله که وای دیگر چی گوشتی خوک خورید چی گوشتی وای خوری، هر دش در حکم برابره. به نام انسان ذبح نمیکند. ما گفته بودیم، باز میگوییم که چارواها را فقط به نام الله ذبح کنید، فقط به نام الله. حتی اگر یک آدم دامولای شناخته شده برای شما حتی خانه شما آید به نام وی هم که ذبح کنید، و یک گوشتش حرام است و یک خوردنش جایز نیست. فقط انسان هر یک قربانی که میکنین، هر یک مالی را که ذبح میکنین، فقط بسم الله الله اکبر. ما از حساب همین مزارها اینقدر ملامت ها شنیدیم، لیکن میلش باز میگوییم من فقط میخواهم که شما زیارت درست به جا بیارید. باز میگویم که من به مزارها، به اون حضرت هایی که در این وادی های ما و شما خوابیدن، من به اونها سر به سر نمیشوم. اونها هم یکی از دوستان خدا هستند، اونها هم خدمت کرده در راه اسلام هستند، لیکن از این طرزی که شما عبادتشان میکنید از این اونها ناراضی هستند. شما درست زیارت کنید، یک آیت خانه در حقش بخشید روی تمام. با طواف او، با بوسه کردن او، از او حاجت طلب کرد، اینا شرک به الله میشود، شما گناهگار میشوید. که جمعه گذشته من برای شما گفته بودم که مردم راحتی آمده بودن، از 20 نفر زیاد، همونها ما را گفتند که داملای چگونه زیارت از دخترها سری لوچ رفته حضرت امیر جان دیوالهاش بوسه میکنند. مهمان ها گفتند جوانای عزیز، من به همه شما باز مراجعت میکنم که این سخنهای مرا درست فهمید
و آن گونه‌ای که من برای شما تعلیم میدهم انا همین راه درست تعلیمش انا همین است. انا همین گونه شما برای زیارت روید. زیارت، مقصد از زیارت فقط یادآور شدن از روز مرگ خودتان است که انسان باید که یادآور شد که من روز از روزها چیکار میکنم، وارد قبر میشم. نه به خاطر بوسه، نه به خاطر یگان حاجت طلب کردن. و مالی که میکشید، قربانی که میکنید، اینقدر شما اگر دوستدار حضرت امیرجان و حضرت سلطان ویس قرنی و دیگر بزرگوارها باشید، در همون خانه‌تان کشید. همسایه های فقیر بیچاره و مسکین دارید، در همونها خام تلاش کنید. انشاءالله ثواب همو بر روح همونها میرسد. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 90% مؤرخ‌ها به این رفتگی هستند که زردوشت منجم بود. اینی گویم یگان حکیمی بود. در پیغمبریش هیچ دلیل‌های وجود ندارد. حتی در همین 4 کتابی که چه انجیل، چه تورات و چه زبور و چه قرآن، در هیچ کدام این نام زردوشت ذکر شدگی نیست. از این خاطر الحمدلله که ما امروز دین داریم، دیگر حاجت نه به دین زردوشت داریم، نه به دین نصرانیش داریم. مادام قرآن آمد، پیغمبر ما که آمد، همه دین ها منسوخ شدند. و شما یقین دانید که این نصرانی هایی که امروز عبادت دارن، امروز حضرت عیسی را پرستش میکنن، این دین اینا خیلی تحریف شده است. این انجیل خیلی دیگرگونی ها کردگن. انجیل اساسی وجود ندارد. اگر انجیل اساسی وجود می داشت، این قصه هایی که در قرآن آمده است که حضرت عیسی نام پیغمبر ما را اون زمان ها گرفتگی بود، اونا همه اونا باید که در قرآن می آمد یا در انجیل ثبت می شد، لیکن وجود ندارن. همه اونها را دشمن ها گرفتن. برای من نه حاجت به دین زردوشتش داریم، نه به دین نصرانیش داریم. این الدین عند الله الاسلام است. فقط خدا خودش میگه دینی که در نزد من قدر دارد، دینی که در نزد من اعتراف دارد، دینی که من صاحبای اون روز قیامت نجات میتونم، فقط اسلام است و خلاص. به هیچ نرخ، به هیچ منصب دین هاتون نفروشین که این دنیای 2 روزه است. فردا پشیمان میشوین، دیگر فایده تان نمیکنه. امروز بسیاری ها آمده میگویند که برادرها با چند مبلغ دین ها دین فروشی میکنن و دیگر میکنن. من انشاءالله باوری دارم این مردم ما هیچگاه به این دین قدم نمیزند. هیچگاه. انشاءالله باوری کامل است. السلام علیکم. داملای شیرین سخن اکای حاجی میرزا. در مسجد ما جوانان عموما در صف اول نمی نشینند، چون که جوانان را موی سفیدان نمی گذارند که در صف اول نشینند. حکمش در نزد خدا چیست؟ پیغمبر خدا در حدیث های مبارک برای احترام موی سفیدها گفتگی ها دارد. ما موی سفیدها را البته احترام میکنیم، به قدر موی سفیدها میرسیم، زیرا روز از روزها شما هم موی سفید میشوید و میخواهید که باید که باز جوانها شما را هم چیکار کند؟ احترام کنند. ما همه وقت باید که احترام موی سفیدها کنیم، احترام همون مادرهای پیرانسال به جا بیاریم. لیکن در مسئله در صف اول ننشستن جوانها، اینجا موی سفیدها حقوق ندارند. یعنی وقتی جوان است می آید، وقتی در صف اول در مسجد می نشیند، حتی داملا هم حقوق ندارد که وی از جاش خیزاند یک نفر دیگر در اونجا نشاند. زیرا اونجا جوانی هست که از ساعت 9-10 بیچاره برای که من در صف اول نشینم،
و صحبت را خوب گوش کنم گفته از راههای دور آمده با یک اخلاص خیلی بلند حاضر می شوند. اگر ما هوای از دستش گرفته و مثال از جایش که زانیم، آیا در این ما و شما گناهگار می شویم؟ در مسجد هیچ کس حکم کرد، حتی حبیب خدا را بینید، لا تعظیمونی فی بیت ربی، مرا در مسجد الله چیکار نکنید، تعظیم نکنید گفتن. از این خاطر کدام جوانی که در صف اولم که باشد، اگر همون موی سفیدی که آمد از پس همون جوانم که نشست هر جای خالی یافت و نشست، انشاءالله در این ثواب میگیرد از اوی که یک جوان از جاش میخیزاند در جای وی می نشیند. این در حقوق ندارین. من برای کارهای دینی قائم می شوم، پدر و مادرم صد راه من می شود. از کارهای ثوابی که من انجام می دهم پدر و مادر من هم در این کار ثواب شریکن یا نه؟ البته شریکن. اگرچه اونها صد راه تو هم که شوند، لکن تو در مسئله اطاعت الله پدر و مادر هیچ کس اطاعت نمی کنه. اگر وقت پدر و مادر فرزند نگذارد که مسجد رود، نگذارد که نماز خواند، نگذارد که روزه گیرد، اینجا در فرزند حقوق دارد که گوید پدر و مادر من سخن تو را نمیگیرم، من سخن الله را میگیرم. زیرا پیغمبر خدا گفتگی هستند که در گناهگار شدن نزد پروردگار سخنی کسی نباشد، بنده نباشد و یا رد کنید گفتند. لیکن البته مادامی که اونها سبب به دنیا آمدن تو شیدگی که هستند، در ثوابهای تو البته شریکند. در حقشان دعا کن که خداوند اونها را مثل تو توفیق نصیب کند. درباره منافق کمی صحبت می‌کردید. با احترام مخلصان شما از شهر دوشنبه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. پیغمبر خدا گفت اگر در کدام از امت من 4 خصلت وجود داشته باشد، 4 فعل وجود داشته باشد، وای منافق تازه منافق است، بسیار تازه منافق است. این کدام عمل ها باشد؟ اذا اؤتمن خانه، هر وقتایی که اگر امانت گذاری پیشش خیانت میکند. خواه از مال دنیا باشد، خواه از یک برادر میرویم ما یک سیر دل ما نمیگوییم، میگیم برادر همین نزد تو امانت، اگر همون سیر دل تو را رفته و آشکار کرد، اینم علامت منافقی هست. یا اینکه اگر در پیش او یک بار میمانی، یک مال میمانی و میگویی که من یک روز بعد یا یک ماه بعد از این مال خود خبرگیری میکنم، تا آمدن تو اگر در مال تو خیانت کرد، از مال تو چیزی گرفت، اینم علامت منافقی است. و اذا حدث کذب. دوم پیغمبر خدا گفت کدام انسانی که از امت من اگر دروغگو باشد وی منافق است. دروغگو اینم منافق است. و اذا عاهد غدر. وقتی اگر عهد پیمان میکند در عهد پیمانش وفا نمیکند. هر وقتی که وعده میکند در وعدهش خلاف میکند. اینم نشانه منافقی هست. و اذا خاصم فجر. آخر در حضرت گفتن کسی که اگر از امت من جنگ میکند و دشنام میدهد، اینم علامت منافقی هست. یک روز ما بین عصر شام در مسجد ما موعظه ها داریم. در باب همین منافق ما کمی صحبت کرده بودیم، حتی گویم بعض عصبانی هم شدیم، گفتیم قریب امروز 90% امت پیغمبر قریب منافق است. چه از حساب دروغ گفتنشان، چه از حساب امانت خیانت کردنشان، چه از حسابی که وعده را وفا نمیکنند، چه از حساب دشنامهایی که میدهند. لیکن یقین دانید که منافق خداوند در قرآن خبر میدهد که در پسترین آتش دوزخ است. هر یک طبقه که در دوزخ وجود دارد بالای و عذابش کمتر است، تا
تا چندی اگر پایان رفتن که گرفت همون قدر عذابش وزنین می شود. پیغمبر خدا را پرسیدن آسان ترین عذاب دوزخ کدام عذاب است؟ آسان ترینش. پیغمبر خدا گفتند همان مرد گناهگار را میارند و در پیش او یک پای افضال آتشین میگذارند و میگویند پایها تا در همون پای افضال داخل کن. وقتی این آدم گناهگار پایهاش که در پای افضال که میدازد با مجرد همون پایها در پای افضال جای گرفتن میگوید همون مینه سرش میجوشد. این عادی ترین گفته است، سبک ترین عذاب دوزخ است. تصور کن که منافق در پسترین است چند قدر عذاب دارد. در کدام انسانی که اگر همین علامت ها باشد، این یکی از علامت های منافقی هست، این باید که ترک سازد. سلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما یک گروه مخلصان شما از شما خواهش داریم که درباره ملاهایی که ایمان مستحکم ندارند و ما در شهر دوشنبه داملای داریم که از مردن میترسد و امر معروف نمیکند. اگر شما در این موضوع یک ثبت کسیتوی میکردید بسیار خوب میشد. پیغمبر خدا میگوید صلی الله علیه و سلم انما انا والله یهدی انما انا قاسم والله یعطی. پیغمبر خدا میگوید ما با این قدر شرفی که دارم، با این حبیبی که در نزد الله دارم، وظیفه من تبلیغ است، وظیفه من دعوت است به سوی بندگان خدا. باید بندگان خدا را من دعوت کنم به سوی یگانگی الله، به سوی عبادت پروردگار. این وظیفه من است گفت و وظیفه تمام امت من هم همین است که باید که امتان من چی باشند؟ مبلغ باشند، تبلیغ چی باشند. از این خاطر هر نفری که امروز بگویم به حیث ملا و به حیث ایشان و به حیث شیخ و به حیث پیرزاده و دیگر که امروز شناخته می شوند، اگر اونها در همین خیل شرایطی که الحال ما زندگی داریم اگر سکوت اختیار کنند، باور کنید خیانتی در اسلام کردگی هستند. امروز روز خدمت است. امروز باید که حقیقت در بین مردم باید که ما و شما خبر، هر یک انسانی که مسئول است، هر انسانی که امروز در اطراف دسترخوان او را بالانشین میکنند، باید که البته به البته حق در نزد مردم خبر دهد. زیرا خداوند به ما و شما چی میگه؟ ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید که در بین شما گروه‌های باشد که مردم را تبلیغ کنند، مردم را امر معروف و نهی منکر کنند. هر کسی که امر معروف میکند، هر کسی که نهی منکر میکند، خداوند میگه اولئک هم المفلحون، اونها نجات یافته هستند در نزد الله. آیا نمیخوای که نجات بیابی؟ آیا نمیخوای در بهترین قصرهای جنت خدا را جا کند؟ به سبب چی؟ به سببی که تو در دنیا آن پیروای خود، آن مخلصای خود دعوتی به سوی اسلام میکنی. افسوس البته امروزها بسیار وجود دارد. بعضی روز یک برادر ما از راه دور آمده بود، دیگر ریان و شهرش نام نمیگیرم، گو معرکهای خیلی زیاد میکنیم لیکن تماما امر معروف وجود ندارد. میآیند ایشانزاده ها، میآیند شیخ زاده ها من میآیند، می نشینند، از خوراک استفاده میبرند، از مال و ملک خاندار استفاده میبرند، لیکن صحبت تماما وجود ندارد. حبیب خدا چی میگوید؟ ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. حدیث صحیح است. پیغمبر خدا میگوید اگر در کدام خانه‌ای که توی باشد، در کدام خانه‌ای که خیر احسان باشد، اگر مردم دعوت کردند، تمام اونها آمدند، در اطراف دسترخوان نشستند، فقط از طعام خوردند و از خدا و پیغمبر صحبت نکردند، الا قام عن مثل جیفة الحمار. او حبیب خدا چه یک تشبیه وزنین دادند. گفتن اون کسانی که این طعام خوردن و با خاموشی خسته رفتند، اینها طعام نخوردند بلکه از پوست و گوشت و نجاست خر استفاده بردند.
در اطراف دسترخوان معرکه کلان تمامی کسان شناخته شده حضور دارند، لیکن مجلس خفت آرام، هیچ صحبتی از الله نمی شود، هیچ صحبت امر معروف نهی منکر نیست. حبیب خدا گفتن شما اینقدر طعام نخوردید بلکه شما از نزد همین گونه حیوان خسته و رهسپار شدید. از این خاطر باید از مردن کجا میترسیم؟ مردن خودش ساعت دارد، خواهی نخواهی میمیری، چی داملا باشید چی آدم عادی باشید. کل نفس ذائقة الموت است. همه شما البته گفتن لذت مرگ میچشین، خواه امروز از خواه فردا هست، البته لذت مرگ میچشین. از مرگ هیچ کس گریخته نمیتواند. لطفی الله را خدا رحمت کند، اون صوفی بدن ویم، صوفی هست، شیخ هست و حضرت میگه بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که در نزد پروردگار اجر دارد این امر معروف و نهی منکر است. خداوند به ما و شما حتی چی میگه؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین امت هستین. به چی خاطر؟ به خاطر آنکه شما امر معروف و نهی منکر دارید. از این خاطر شما در بین تمام این امتهای گذشته بهترین امت هستید. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. مرا یزنم کر است و بسیار آدم خوب و ساده‌خیل است. خواهرم با او 1 سال شد زندگی دارد، الحال میخواهد که از او جدا شود. سببش فقط از حساب کر بودن یزنم هست. آیا در این موضوع شما چی گفتنی دارید؟ یعنی البته جدا شدن این خواهر از این مردی که در این کسلی ناشنیدنی مبتلا هست، اگر با این خاطر از این بنده خدا جدا شود در نزد خدا گناهکار می شود. هیچگاه پیغمبر خدا می گوید ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است لیکن بدترین حلال ها به حساب می رود. اگر مبادای همین برادری که به ما خط نویسانده است، اگر خواهری تو کر باشد و این مرد شنوا باشد، اگر خواهری تو را طلاق کنه چی حال می شود؟ چه حالت می شود؟ از این خاطر شما وارثاش هستین، پدر و مادرش وارثاش هستند، گویند که کر این یک درد الله است و قدرت دارد که خواهری تو را مثال کر کند، کور کند یا یگان بیماری دیگر را مبتلا کند. به این خاطر نکاح البته میگوید، بیمار میگوید که الحمدلله خوبم. من چی میگویم؟ من میگویم که خدا را شکر. دوم میپرسم غذا چی میخوری؟ چی طعام میخوری؟ البته میگوید که خیلی شربت میخورم. میگویم که نوش جانت شود. سوم سوالش میکنم که یگان طبیب یگان نسخه نویسان، یعنی یگان معالجت کرد؟ البته این بیمار میگوید که مثال فلانی حکیم مرا طبابت کرد. من میگویم که پای قدمش به خانه تو مبارک باد. این جمله ها را این آدم کر میگوید تیار کرد و بعد خانه بیمار رفت. آدم بیمار همه وقت عصبانی میشود. بیمار چند سال خواب آمد و پرسید، همسایه گفت حالت چه خیل است؟ گفت حالم بسیار بد است، قریب است که میمیرم. این کر نشنید، گفت خدا را شکر. گفت از غذا چی میخوری؟ دیگری بیمار چند سال چیزی نخوردگی گفت خاک خوردم، گفت زهر خوردم، گفت نوش جانت شود. کر هم تا جواب گفتن نمیشنود اون بیچاره صدای ویا. گفت از حکیم از دکترها کسی تر آمده معالجه کرد یگان داروی نویساد؟ گفت کی می آید خانه من؟ گفت بجز عزرائیل کسی نمیاد. گفت خیلی قدمش مبارک باد. این کرها چقدر ساده می شود. از این خاطر این یزنه کر یافتن هم این خودش یک دولت است، هیچی گپ ندارد. گیر یزنه
داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم. به نزدیکی من به شوهرم جنجال کردم از حسابی که شوهرم دولتدار است و بیگاهی ها مست می آید. من به وکیل و داملای محله مراجعت کردم که او را نصیحت کنند. آنها مرا سرزنش کردند و عیبم را به گردن من گذاشتند و نان و آب را خوردند و رفتند. من بسیار کسیته های شما را گوش میکنم و به خلاصه آمدم که شما این قضیه را حکم کنید، زیرا شما حقیقت را میگویید. به خدا قسم فقط شوهرم گناهکار است از حساب پول و مالش. این خواهر کدام خواهری باشد و ما مکتوب نویساندن که جنجال عائلوی شده است و در این جنجال خواست است که این جنجال البته حل کند. این شوهری که مست می آید، مالدار است، دولتدار است، خواست است وکیل دعوت کردند، داملای محلشون دعوت کردند که این جنجال یعنی به فایده اسلام حل کنند و این مرد تربیه کنند. این نامعلوم که این داملا یا که این وکیل به خاطر البته مال و ملک وی حکمی درست ندادند و این خواهر البته سرزنش کردند. زیرا در آخر میگوید به خدا قسم عیب شوهرم هست. اگر به خدا قسم خورده باشد اینجا کفارت واجب می شود، اگر صحیح گفته باشد کفارت واجب نمی شود. لیکن از روی همین قسمش اگر راست گفته باشد، البته این داملا یا این وکیلی که از حساب مال و ملک او اگر استفاده برده باشند و حکم نادرست در بین آنها جاری کرده باشند، اینا هم از جمله ظالمان به حساب می روند. زیرا پیغمبر خدا هم در حدیث های صحیح می آید که من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامت بلجام من نار. اگر کدام عالم را یک مسئله را سوال میکنند و این مسئله را صحیح جواب نمیگوید بلکه پوشیده جواب میگوید یا اینکه خاطر میبیند و جواب میگوید، پیغمبر خدا گفت این گونه عالم ها را پروردگار روز قیامت با لجام های آتشین بسته میگرداند. برای من هر کسی که اگر در این گونه قضیه ها اشتراک میکند، اگر دارد علم و سواد حکم کند، ندارد از همه بهترینش همین است که گوید که من نمیفهمم یا من سواد ای را ندارم یا فلانی را دعوت کنید، با این حال البته جانش خلاص کند. این برای او فایده آور است. که بسیار از این گونه انسان هایی که البته از حساب مالداری و دولتداریشان چه زن باشد چه همسایه ها باشد خیلی آزار میدهند و بسیار انسان های را ما هم میدانیم امروز که حتی که برای خاطر دولتدار بدن او باور کن با او داملا هست، ایشان از شیخ است، با او یک صحبت های میکنند، چی صحبت های بی معنی میکنند، یک دیگر را در آغوش میگیرند، با یک دیگر چی دست زنی ها دارند، حالان که وی تماما بیچاره در بالای جای نماز برآمدگی نماز خواندگی نیست، فقط پول دارد، مال دارد، منصب دارد. به او خاطر همانها را چیکار کردن؟ از دنبه اونها دویده و از برای 4 سومی اونها شده دین آیینش فروخته گشته است. یک قصه در همون انیس الجلیس می آید، بسیار قصه عبرتگیری هست. میگوید یک مرد با دولت یک همسایه فقیر داشت. روز میگوید این فقیر گاوی داشت، گوساله زایید. این آدم با دولت درکدار شد که گاوی همسایه‌اش، گاوی این آدم فقیر گوساله کرده است. در او قاضی همون زمانه هم کدام پارخری بده است. این دولتدار میگد به همون قاضی مراجعت کرد که یا حکم برار که همین گویا که همین گوساله از اسب من زاییده شده است. یعنی این بای اسب داشته است، گفته است اکنون قاضی یک کاری میکنی، این مال و ملک چندی میگیری گرفتن بگیر، لیکن حکم کن که همین گوساله که در خانه می کم بغل پیدا شده است از اسب من است. قاضی
فریاد میکند فقیر و آدم دولتدار مرافعه سعودی را تشکیل میکنند. میگوید که همین گساله تو از اسب انهمین است. این فقیر میگوید چگونه آخر دلیل ها در کجاست؟ میگوید چشم های گساله رنگ چشم های اسب است. و بین میگوید گساله تو هم 4 پا دارد، اسب هم 4 پا دارد. بیچاره آدم فقیر کسی به دادش نمیرسد، حکم میکنن گساله را میدین آدم دولت داره. این آدم فقیر خیلی ناراحت میشود، همون سود عالی دا می نویسد بالاتر. میگه شاید در اون جگان آدمی با عدالتی وجود داشته باشد. مکتوب شد آدمی سود عالی میگیرد، میخواند، در تعجب میافتد. آدم عادل بوده است، آدم خدا ترس بوده است. در او فیراد میکند آدم این فقیر و آدم دولتدار در مرافعه سعودی. بعداً چیکار میکند؟ یک کمی می نشینند و آدم دولتدار منتظر است که کنی این سود عالی چی میگوید. این سود عالی که آدم مسلمان بود، آدمی با توفیق از خدا ترس که بود، از جاش میخیزد و میگوید انا من 3 روز بعد حکم میکنم. این دولتدار میپرسد برای چی 3 روز بعد حکم میکنی؟ برای میگوید که کسل حیض شدم. این مرد است سود. این دولتدار میگوید عجیب، نخواه که مردم حیض شود. میگوید من منتظر انا همین جمله بدم، نخواد که اسب گساله زاید. اسب گساله زاید عجیب نیو، لیکن مرد اگر حیضید عجیب است. ها گفتن این همون دولتدار میگوید با یک جمله میگوید متهم کردن و گساله این بیچاره را گرفته در صاحبش دادن. اینجا یک شعر نویساندن، ما شعر تحلیل نمیکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم استاد عزیز حاجی میرزا. مرده 100 ساله در تابوت هجران بوی گرفت، مرده شوی می بایدش زنده در گورش کند. این چی معنی داشته باشد استاد عزیز؟ اینا اگر شاید این فکری منم غلط باشد، لیکن مرده 100 ساله در تابوت هجران بوی گرفت، ما مرده کسی را میشماریم که پیغمبر خدا میگوید مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. کسی که اگر در یاد الله است، کسی که اگر در دین اسلام است، کسی که مسلمان است وی زنده است. کسی که اگر ذکر نمی کند، کسی از یاد خدا غافل است وی در قطار مرده ها است. شاید این مرده 100 ساله همون انسان باشد که در عمرش خدا را عبادت کردگی نیست و این تابوت همین دنیا باشد. این یک مرده هست که در همین دنیا زندگی دارد، مرده شوی می بایدش تا زنده در گورش کند. کنی یک عالم در کار میگوید که این تبلیغ کند، این هدایت کند، این راست کند و بعد برده در گور جاش کند. ممکن هم تا معنی داشته باشد.